زد و گفت من الان از آبربانکتون استفاده کردم و اشتباهی $2000 اضافه بهم داد. 5 دقیقه بعد یه تعمیرکار اومد و آبربانک خیلی سریع تعمیر شد. یه روز دیگه همون مرد تصمیم گرفت از اپلیکیشن تحویل غذا یه کاسه نودل گرون قیمت با گوشت درجه 1 سفارش بده. وقتی سفارش رسید، دید گوشتی که توی نودله به شدت نازک و کوچیکه. اون فوری برای شکایت از غذا زنگ زد به رستوران. مالک اونجا خیلی بیخیال گفت خب اون گوشت دیگه، همونطور که در منو نوشته شده. مرد تلفنو قطع کرد و رفت دم یه مغازه. نیم کیلو گوشت خرید و اونا رو ریخت توی نودل. بعد یه عکس گرفت و اونو در قسمت امتیاز مشتری‌ها آپلود کرد و نوشت مالک اینجا آدم مشتیه، خیلی سخاوتمندانه کلی گوشت به مشتری میده. مردم به رستوران هجوم بردن و فقط در چند روز کلی شکایت و امتیازهای پایین ثبت شد و به مرور رستوران از اپلیکیشن حذف شد. در خیلی از موقعیت‌ها در زندگی مسئله فقط چیزی که میدونی نیست، مسئله اینه که چقدر طرف مقابل تو میفهمی. این مهارتیه که تفاوت‌ها رو رقم میزنه. اگه رشد رو دنبال نمی‌کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی‌بینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.